که ما همان دست آدم‌هایی هستیم که از عقده بچگیمان خواستیم با توشیفت کار کردن و پیشرفت کردن حال دلمون را باشیم. هر اتفاقی هم بیفته ما نباید به این فکر کنیم که وای چون فلانی فلان چیزی گفت من باید در خودم برم خودم بهتر کنم، من فلان کار کنم، تو 140 راه برم، X20 با ماشین راه برم. بعضی وقتا به نظر من میخوای یک نفر رو خرد کنی باید چیرش کنی، باید دنده بدیش. باید حواست به آدمان دور باشه کی به دنده میده کی تو دنده نمیخواد بده، کی میخواد هوا تو داشته باشه. یکی دستشو گرفته خود تو نجات بده ولی بغلش تنابه، هر تا میگه دستی نمیره اون تناب بگیرش بده، نمیخواد که کمک کنه، فقط ادای آدم میکنه. خیلی بده. واسه همین میگم به همین نمیشه اعتماد کرد. اون همه دشواشی که میگی سمت اون همه حالفوبیایی که شما فکر میکنید حالفوبیه واسه یه نفسیگارمون نشه، یه دو تا پیکمون نشه، ولی نهایت یه لذت واهیه، یه چند ثانیه است تموم شد، یک دو سه تموم میشه دوستا. ولی مثلا ببینید داده ورزشمون نشه، دو تا دو نگیریم، کلکله قشنگه، کلکل ورزشی باشه، کلکل ادبی باشه، یه شعری باشه، یه چیز باشه به تو یه چیز اضافه کنه، نه یه چیز بگیره. حالا یکی از دغدغه فکریه که هممون نیاز داریم تفریح و هیچ کدوم چون تفریح نداریم واسه همین به سمت چیزهایی کشیده میشیم که اصلا نباید بریم و ته داستان به یک کلمه برسیم: ای کاش ای کاش ای کاش ای کاش ای کاش این کار میکردم و ای کاش اونجا اونجوری میکردم و رها کن، اونجا باید میشد شد، رها کن، این به بعد بهتر بچیم. یا مثلا طرف هم میاد این که ای کاش من سالها قبل اون کار نمی‌کردم. بابا تو اون کار کردی که الان به این تجربه رسیدی، به این فعالیت رسیدی، به این افکار رسیدی. من خودم یک روزی میگم عاشق کارم یک روزی 2000 نفر واسه 2000 نفر غذا درست می‌کردیم و من خودم بودم با یک همکار دیگه‌ام 2 نفری 2000 نفر غذا درست می‌کردیم و الان با افتخار میگم که میتونم خیلی از غذاها رو به بهترین روش‌ها به بهترین متریال درست کنم. مهم نیست ورودی چیه، مهم اینه که خروجی چیه، چجوری هندلش میکنی. یا مهم نیست آدم‌ها چجوری باید برخورد میکنن، خیلی مهم اینه که تو اون بازخورده رو چجوری نگهداری کنه. یکی میاد هی میخواد چک و راست بزنه، دیگه میخواد یه حسودی بهت میکنه. تو باید بگذری از اینها، تو فقط به خاطر اینکه حال خودت رو خوب کنی، نه واسه اینکه این همچین حرفی زده من باید تو خودم برم خراب کنم خودم رو خراب کنم، عصبی کنم. همه اینها برمیگرده به خودمون. یه بار یه حرف زدم به یکی باورش نشد، گفتم تا خودت عاشق خودت نباشی هیچ کس دوست نداره. ای کاش عاشق هم دیگه باشیم به جای اینکه اصلا خودتون دوست داشته باشین، لباتون خندون ببینم